سلام دوستان، امروز با هم میریم یه بستنی خوب و خوشمزه بدون مواد افزودنی آماده کنیم، حتی بدون شکر. بستنی هندوانه و موز یا بستنی هندوانه. بهتره برای تهیه بستنی از یک هندوانه رسیده، شیرین، خوشرنگ و خوش‌طعم استفاده کنین. من از 1/4 یک هندوانه متوسط استفاده می کنم برای 3 نفر. هندونه رو باید قاچ کنم، هسته هاشو درارم، قطعه قطعه کرده و توی نایلون بذارم و بعد اونو دست کم برای 1 روز تو فریزر بذارم. دوستان اگر دنبال یک کانال خیلی خوب هستین که انواع و اقسام کیک، شیرینی، نان، لبنیات، انواع دمنوش و نوشیدنی، انواع غذاهای ایرانی و فرنگی رو داشته باشین، حتما کانال منو دنبال کنین و زنگوله پهلوی دکمه سابسکرایب رو بزنین تا ویدیوهای من بعد از انتشار برای شما بیاد. خب حالا روز بعده و من هندوانه منجمد شده و 1 دونه موز منجمد شده کاملا رسیده رو توی غذاساز میریزم و به صورت پوره در میارم، به همین سادگی و راحتی. و بعد اونو میتونین بلافاصله سرو کنین یا اینکه توی ظرف دردار بذارین و توی فریزر نگهداری کنین و هر وقت دوست داشتین استفاده کنین. ویدیو داره تموم میشه اما شما هنوز لایک نکردی. ممنون میشم اگه این کارو بکنی. دوستان خوبم، این بستنی خوشمزه و خوب و میشه گفت کاملا سالم رو آماده کنین و با خانواده و دوستان از خوردن اون لذت ببرین. جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.